وقت بخیر، امیدوارم کارتون خوب باشه. من جهان هستم، اینجا بهتون کمک میکنم تا بتونید به وسیله یک سری از پلتفرم ها و ایردراپ های رایگان درآمد دلاری خودتون رو داشته باشید. ایردراپ که امروز و ربات جالبی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم، رباتی است که جدیداً بسیار ترند شده و خیلی راحت میتونیم ازش سود خوبی کسب بکنیم. و نکته جالبش اینجاست که شما جزو اولین نفراتی هستید که وارد این ایردراپ فوق‌العاده جالب میشید. و قطعا کسایی که این ویدیو رو مشاهده میکنن جز اولین نفرات ورودی این مینی اپ و ایردراپ فوق‌العاده هستند. یک ایردراپ یه بازی خیلی خوب و جالب هست که درآمدش خیلی جالبه. با هم بریم در مورد صحبت کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این ایردراپ و بازی جالب، اگر به این دست پلتفرم ها و ایردراپ ها علاقه دارید، حتما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، کلیک کنید و زنگوله رو بزنید و روی آل قرار بدید تا ویدیوهایی از این دست براتون منتشر بشه. خب وارد ایردراپ میشیم، روی لینکی که توی چنل تلگرام و دیسکریپشن یوتیوب قرار داره کلیک میکنید، وارد این فضا میشید. ایردراپ و این بازی به این صورت هست که مثل یک سری از گیم هایی که توی گوگل پلی قرار داره فعالیت میکنه که میان درآمد جمع میکنن از گروه تلگرامی، از چنل تلگرامی و بعد از جمع‌آوری این درآمد رو آخر بین ممبرهای خودش تقسیم میکنه. این ایردراپ خوبیش اینه که توکنش شناخته شده است و توکن ناشناخته هم به شما نمیده که توکنش جوره استیبل کوین هم هست، یعنی قیمتش تغییر نمیکنه در واقع، که تقریبا قیمت $1 داره و همچنین دلار هم میشه ازش استخراج کرد. اینجا به محض اینکه وارد بشید به شما میگه که راحت میتونید $10 دریافت بکنید، در صورتی که جزء چنل هاشون بشید، که اینجا به شما این داده ها رو داره، چنلش، گروه و موردهای دیگه، که بعد میتونید این رسیو 10 رو کلیک کنید و $10 رو بگیرید. و نکته دیگه این که اینجا شما میتونید بعد از اینکه اون $10 رو گرفتید بیاید این قسمت و این قسمت با کلیک کردن این توکنش رو دریافت کنید. خب این قسمت هوم این ایردراپ هست که این قسمت شما میبینید invite friends earn 1 BLM رو داده به شما. BLM در واقع توکن این ایردراپ هست که اگه با یه سرچ ساده میتونید ببینید که داخل کوین مارکت کپ وجود داره، داخل صرافی بزرگی مثل بایننس هم هست و این قسمت به شما گفته تریدینگ AR که در واقع شما میتونید با ترید و هوش مصنوعی کوانتومی هم درآمدتون داشته باشید، که فعلا این رو پیشنهاد نمی‌کنم تا بریم جلوتر. اگر مناسب بود قطعاً در موردش توضیح خواهم داد. داره که در واقع نوشته اکسچنج ساپورت و در مورد توضیحاتی که خود پلتفرم داره، که این پایین هم تو این هایلایت پایین هم این توضیحات هست که جلوتر بهتون خواهم گفت. اینجا هم یه قسمت کلیم داره که شما اون مقدار توکنی که به دست آوردید رو میتونید از این قسمت در واقع کلیم کنید. خب بریم از این پایین شروع کنیم. میرید تو قسمت تاسک رو کلیک میکنید و وارد این صفحه میشید. یه مقدار تاسک داره به صورت روزانه که میتونید بیاید تاسک رو اینجا هم انجام بدید و اون توکن خودش رو دریافت کنید. که روی هر کدومش کلیک کنید دیلی ریواردز داره، ویکلی ریواردز یا هفتگی و روزانه داره که میتونید بیاید روش کلیک کنید به این صورت و تاسکتون رو انجام بدید، کلیم کنید و بونوسش رو در واقع دریافت کنید. و اینجا مثل گروه‌های چت در واقع انگلیسی داره، فارسی داره، روسی داره که شما میتونید پیام بذارید و به وسیله پیام گذاشتن اونجا یه تعداد بونوس هم اونجا به شما پرداخت میکنن. و حالا همین قسمت پایین‌تر که بیاد یه قسمتی داره که این بالا نوشته مربوط به ایردراپ هست. یک سری توضیحات دیگر رو داره در مورد ترید کردنش هست و سپرده‌گذاری هست که اینو زیاد بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، که حالا اگر قرار شد بعداً فعالیت داشته باشیم خودم فعالیت خواهم کرد و به شما اطلاع میدم. و گزینه‌های دیگر هم این پایین داره. به هر حال اینستاگرامشون هست و همونجوری که دارید می‌بینید توییترشون هست که اینا هر کدوم رو که شما کلیک بکنید و فعال باشید توکن خودش رو به شما میده. هر یک توکنش معادل $1 هست و اگر نوشه نیم معادل $0.5 هست در واقع. خب بریم قسمت والت رو هم من بهتون نشون بدم. این قسمت رو کلیک بکنید وارد این فضا میشید و اینجا ببینید یک گزینه ایردراپ و یک گزینه اکسچنج داریم در واقع. خب اون توکن هایی که شما جمع آوری میکنید حالا از طریق تاسک ها یا از طریق عضو شدن توی چنلشون یا از طریق تپ کردن، تپ تو ارنی که به دست میارید، میاد تو این قسمت قرار میگیره و این قسمت برای شما به نمایش داده میشه
که در واقع تایمی که باز بشه توی قسمت تپ سواب خود در واقع اکسچنجش قابل برداشت هست برای ما. حالا شاید بعضیاتون سوال بپرسید خب به هر حال باید یکی 2 ماه صبر کنیم. اول اینکه ماهیت تمام ایردراپ ها به همین صورت هست، اما چون که این توکن در واقع استیبل کوین هست هیچ تغییری توی قیمتش نداره. مثلا شما الان دارید به قیمت $1 این توکن رو دریافت کنید، در 1 ماه یا 45 روز دیگه بخواید بفروشید دقیقاً همون قیمت رو پایین‌تر نمیاد، کما که شاید بیشتر هم بشه. و اینکه به این صورت هست که شما بعد از اینکه مدت فعالیت میکنید درصدی از اون توکن رو به شما اجازه میده که برداشت بزنید و چون راحت میتونید اون توکن رو به دست میارید، میاد مثلا به شما میگه 1% تا 5% از این توکن رو میتونید اکسچنج چنج کنید و برداشت بکنید که خب شاید بین 20 تتر تا 80 تتر تا 100 تتر در ماه برای شما باشه. خب وقتی من میام این قسمت اکسچنج رو کلیک میکنم، میام اینجا میبینم خب اینجا اکسچنج رو به من داده USDT BLM رو، اون قسمت توکن خودش رو، بیت کوین، اتریوم، TRX و BNB رو برای من اینجا آشکار کرده. هر چقدر هم که فعالیت بکنید تو این قسمت به شما نشون میده که درآمد و دارایی شما مقدارش چقدر است. و بعد از اینکه فرایند برداشت برای شما باز بشه، از این قسمت ویدروا میتونید شما کلیک بکنید و تو این قسمت هم شما دارید میبینید میتونید حالا انتخاب هم بکنید که به چه وسیله و چه ارزی میتونید در واقع برداشت رو انجام بدید و خیلی راحت میتونید بیاید در آدرستون رو هم اوکی کنید و سابمیت رو کلیک کنید و برداشتتون رو انجام بدید. منظور از آدرس همون ترانسفرت هست که شما میتونید این کار رو انجام بدید. و اون صرافی که شما میتونید در واقع برداشتتون رو انجام بدید یا این رو انتقال بدید و ترانسفر بکنید، توی قسمت تسک اگر بیاید آخر این قسمت رو دارید میبینید که فرست ویدروا این اکسچنج رو کلیک بکنید، میتونید از صرافیشون هم استفاده بکنید. در واقع تو این صرافی خودش به شما اجازه میده که توکن های BLM که برداشت کردید و به دست آوردین رو واریز اینجا بکنید و تبدیل به تتر بکنید و برداشتاتون رو انجام بدید. که خب اینجا هم اون صرافی هست که خدمتتون عرض کردم. اینجا میتونید خب به فارسی هم میتونید معاملاتتون رو انجام بدید. در واقع اون BLMی که دریافت کردید بیاید اینجا سواب بکنید، تبدیل بکنید توکن رو به تتر خودتون و بتونید برداشتتون رو انجام بدید. و قسمت بعدی هم قسمت توکن هست که اینجا دارید میبینید توکن BLM خودش $1 قیمت داره در واقع. و از خفنی این ایردراپ بهتون بگم که این قسمت دارید میبینید داخل کوین مارکت کپ هست، اینجا هست، بایننس هست، بلاکچین اکسپلویر بایننس هم هست، BNB، و این نشون میده که چقدر این دراپ و این بازی میتونه خفن باشه. و این هم آدرس کانترکتش هست که روی شبکه BNB اسمارت چین میتونید در واقع اون رو سرچ بکنید و اطلاعات در موردش به دست بیارید. مواظب خودتون باشید، ما رو دنبال بکنید، امیدوارم که بتونیم سود خوبی طی ماه آینده از این بازی فوق‌العاده به دست بیاریم.